الله در دنیا به ما داده است همشه به تو میبخشم. سه مراتب جبرئیل علیه السلام الله اکبر گفت. در این دفعه ابراهیم علیه السلام که نشسته در مسجد بود بدنش به لرزه آمد، اشکهای مبارک دردانه ها چکیدن گرفت. گفت که شخص یک مراتب دیگر نام دوستی مرا ببر به زبان. گفت که ابراهیم از همه مال و ملکت خلاص شدی، اگه دیگر چی داری که به من عطا بکنی که یک مراتب دیگر تکبیر بگم؟ ابراهیم خلیل الله گفت که شخص گفت یک چیز دیگر دارم، یک مراتب دیگر تکرار کن. گفت اون چی هست؟ گفت جان من هست. یک مراتب دیگر تکبیر بگم من جان ما به تو میبخشم. از پشت همون آذر بتراش ابراهیم خلیل به دنیا آمد. اما می شود که از پشت فرزند آدمهای نیکم فرزند بیباکم به دنیا می آید. نوح علیه السلام که شیخ الانبیا بود، از همه پیغمبرها عمری دراز دید، از پشت نوح علیه السلام کنعان کافر به دنیا آمد. پسر نوح با ودان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی مردان گرفت و مردم شد. خداوند به نوح گفت که هر کسی که از اهل تو باشد به کشتی می آید می درآید نجات می یابد، غیر اهل تو نابود می شود. پسرش با ودان که هم نشین شد با مادر کافرش، وقتی که موج زد آب بحر او را که غرق کرد، اگر چنده که کافر بود کنعان باز فرزند است. نوح علیه السلام اشک ریزان که خدایا تو وعده کردی که کسی از اهل تو باشد نجات می‌یابد، فرزندی ما هلاک شد. خداوند گفت که هو لیس من اهلک، ای نوح وقتی که سخنی تو را نگرفت تابع تو نشد و از اهل تو نیست. کنعان غرق شده نابود شده. از این رو خداوند در قرآن به رسول اکرم آیه فرستاد به همه ما و شما قانون است که اطاعت بکنید تا روز قیامت. خدا نگفت که زنی بعد شما طلاق بتین یا که زنی بعد شما لط کوب کنین، بلکه گفت که اگر یک کار عمل در او ببینید که از او شما متنفر باشید شما صبر کنید. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، شاید که شما چیزی را بد میبینید که در او خیر کثیر باشد. حضرت علامه حکیم الامه حضرت اشرف علی تهانوی که یکی از عالم اهل تقوا اولیا بزرگترین یکی از امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که انشاءالله که سالهای سال می شود در سالهای اخیر کتابهاش به تاجیکستان آمده رسیده ایستاده است. مردم از او استفاده کرده ایستادن. حضرت ذکر میکرد که اشرف علی تهانوی سنت رسول اکرم به زنها زدن نیست، سنت رسول اکرم به زنها به احترامی نیست، سنت رسول اکرم به زنها لبخند است، به زنها احترام است، به زنها محبت و دوستداری هست. میگفت که یک قصه در کتاب خودش می آورد حضرت اشرف علی حکیم الامه که یکی از بزرگان زوجه داشت که هر کسی که به زیارت اون بزرگوار می آمد از درون خانه سر و صدا، آواز، جنجال، سخن قبیح می برآمد. ای شیخ، ای عالم، چی می شود که همین زنی بدرفتاری بدخلقت طلاقش بکنی، نابودش بکنی، سرش بکنی، بجای او بهترین زیباترین زن ما بیاریم به نکاح تو و تو زندگی خوب آرامی داشته باشی. هرچند که او را از هر طرف الحاح میکردن، اما او بزرگی خدا چه گفت؟ گفت که نه، گفت اگر چنده که گفت همین تا سخنی بد دارد، همین تا قباحت دارد، همین تا نقص دارد،
همین خیلی افعال دارد، قولهای دارد که من از اون متنفر میشم، اما یک فعل خوبی دارد، یک فعل خوبی دارد که به سبب همون فعل خوبش اینا من هرگیز سر طلاقش نمیدهم، هرگیز به احترامی به این نمیکنم. گفتن که فعل خوبش چیست؟ گفت که وفادار است. اگر خدیجه مادرمان صدقه روان میکرد به دوگانه‌هاش، حضرت عایشه مادرمان که رشکی بین زنها هست به رسول اکرم نگاه میکرده، میگفت گویا که در دنیا یگان زن نباشد غیر خدیجه. میگه من همین خیلی میگفتم اما رسول الله با من چیزی نمیگفت. باز تکرار میکردم که گویا در دنیا فقط یک خدیجه زن باشد، خلاص دیگر زنی در دنیا نباشد. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در پیش عایشه هم که بود صفت وصف حضرت خدیجه مادرمان میکرد. در زنده تا وقتی که زنده بود قربانی میکرد، صدقه در حق حضرت خدیجه مادرمان به دوگانه های خدیجه حتی که غذاهای گوسفند روان میکرد، از محبتی که خدیجه مادرمان در دل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عشق و محبتش گذاشت مانده بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث، راوی حدیث امام ترمذی میفرمود خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما ای امت من، بهترین شما، خوبترین شما کسی است که به زنش نیکویی میکند، خوبترین شما کسی است که زنش احترام و دوستداری میکند، با او نیکویی میکند. پیغمبر در دوام چی گفت؟ و انا خیرکم لنسائه، من بهترین شما هستم برای زنهایم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بهترین شما هستم برای زنهام. پیغمبر گفت زندگی ای که با عشق و محبت، با لبخند و تبسمی که رسول اکرم داشت تا روز قیامت هیچ کسی از امتش به مثل پیغمبر او خیلی زندگی شیرین خوبه ندارد، کرده هم نمیتواند. حتی در حدیث ها وارد شده که حضرت عایشه مادرمان جوانتر بودند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حولی یک جمعه شدند، هر دشون میدویدند که کی پیشتر میدود و حضرت عایشه مادرمان مسابقه میکردند. در حولی میدویدند، حضرت عایشه مادرمان حدیث میگه که گاه وقتی میشد که من از رسول الله پیش میدویدم، گاه وقت میشد که رسول الله از من پیش میدوید. این زندگی بهتره ببین، زندگی خوبتره ببین که همه به خوبی و احترام و دوستداری یکدیگر زندگی را رسول اکرم به ازواج مطهرات گذراندند. دیگر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که عمک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، حضرت عباس فرزند اون عبدالله ابن عباس که شاه مفسرها بود. عبدالله ابن عباس در بین صحابگان رسول اکرم کسی بود که از او در بهتر کسی قرآن خوبتر نمیدونید، البته بعد چهاریارا. ابن عباس کسی بود که او را در تاریخ مجتهدین شاه مفسرها میگفتند. یک حرف قرآن عبدالله ابن عباس، یک حرف قرآن 60 معنا تفسیر میکرد، یک حرف قرآن 60 معنا تفسیر میکرد عبدالله ابن عباس. از او سوال کردن که یا ابن عباس، ای بچه عباس، تو یک حرف قرآن 60 معنا تفسیر میکنی، آیا علم تو زیاد است یا علم علی رضی الله عنه؟ عبدالله ابن عباس چی گفت؟ گفت علم من که یک حرف قرآن 60 معنا تفسیر میکنم در برابر علم حضرت علی کرم الله وجهه و مثل یک قطره از بحر است. گفت همین علم به مثال یک قطره هست، علی به مثال یک بحر است. بزرگان خدا را ببین که شاه مفسرها بود. امروز یک کس سوال کنه علم تو بسیار از فلانی، میگه فلانی چیه؟ میگه من خوبتر است. میگه اما جواب ابن عباس ببین، علم من گفت یک قطره هست در نزد بحر، در نزد علم علی رضی الله عنه. عبدالله ابن عباس که عامل احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود، از او سوال کردن که
پیغمبر در حق زنها چنین و چنان فرمود، تو به اهل خودت چگل هستی؟ به زن خودت چی معامله داری؟ ابن عباس گفت که انی احب ان اتزین لامرأتی کما احب ان تتزین لی. من گفت خدمت زینت میتم، خوشبو میکنم، عطر میکنم، لباسی پاکی زیبا میشم، پیش از خواب کردن مسواک میکنم، همه ما خوشبو میکنم، بعدم به نزد زنم میرم. گفتم برای چی؟ گفت همچنان که دوست میدارم که زنم به من همین تازه و آزاده و نیکو و خوشبو باشد، گفت من هم میخواهم که برای زنم هم تازه و آزاده و خوشبو و نیکو باشم. ابن عباس به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرد. البته که خداوند جل جلاله این امرهایی که در قرآن کرد که زندگی نیکو کنید، احترام کنید، اونها را نزنید، اونها را طلاق ندهید، در زمان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که حضرت عمر بن خطاب چند از ازواجی که داشت، زنهایی که داشت، اما دختر حضرت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنها هم زن حضرت عمر بود، ام گلثوم دختر فاطمه زهرا دختر علی رضی الله عنه و زوجه مبارکه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بود. بار هر دشان به ام گلثوم در کدام مسئله مشورت میکردند که حضرت ام گلثوم به عمر بن خطاب سر و صدا کرد، آوازش بلند کرد، چیزی میگفتند. از بین امت رسول اکرم یک شخصی بود که به زنش جنجالی سخت کرد، زنش به او سر و صدای بلند کرد و او شکایت به نزد خلیفه اسلام رفت که در او زمان خلیفه اسلام عمر بن خطاب بود. اون شخص آمد، از دروازه نادر آمده بود که آواز زن حضرت عمر بن خطاب دید که به حضرت عمر بن خطاب سر و صدای بلند کردن، هر دوشون در کدام مسئله گفتگو کرده ایستادند. البته که در بین زندگی یک نافهمی می شود. اون شخص در یک شاده کرده، در پوشید برآمد. عمر بن خطاب او جوان که دید سر و صدا را ماند، از قفای او آمد، او را منع کرد، به نزد خودش دعوت کرد و او را گفت که ای شخص تو بگو چی حاجتی داری؟ گفت که یا امیر المؤمنین، ای خلیفه اسلام، من یک درد داشتم، خواستم که آمده به تو بگم، اما دیدم که او دردم در جناب شما هم بوده. گفت چی است؟ گفت به زنم ساز نگرفتم، آمدم که شکایت همسر ما به تو قیصه کنم، اما وقتی که آمدم همون سر و صدایی که زنی ما به من میکرد، آمدم در خاندان تو هم همون را دیدم که زوجت به سر سر و صدای بلندی دارد. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پدر عروس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حفصه بنت عمر، حضرت عمر دخترش هم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دادگی بود. حضرت عمر کسی بود که پیغمبری خدا گفت اگر تا قیامت بعد از من پیغمبر میشید، عمر پیغمبر میشید. رسول اکرم همیشه عمر بن خطاب دوست می‌داشت. عمر بن خطاب گفت که ای شخص، گفت رسول اکرم امر کرد که به زنها نیکویی کنید، خدا در قرآن امر کرد که به زنها نیکویی کنید، اما گفت این اگر چنده که سر و صدا هم که بکند، اگر چنده که یگان نافهمی در بین ما بکند، اما این زن چی است؟ گفت چندین حقها دارد، چندین نیکی های دارد. گفت گوش کن، اولها هی ستر بینی و بین النار. یکم گفت ای جوان، گفت همه همسر ما، گفت پرده ای از بین من و بین آتش دوزخ، فیسکن بها قلب عن الحرام، دل ما به آرام یابد از حرام. اول بین من و بین دوزخ پرده است میزن. زن پرده بدنش همین است که مرد وقتی که به زن خودش باشد همخوابه شود، او زن خودش زینت بدهد. البته که هیچ مرد به زن بیگانه نمی شود. زن هر چقدر آرایشاتی که دارد خودش در نزد شوهرش آرایش بده، زیبا کنه، خوشبو کنه که زنش از او استفاده کنه، مرد از او استفاده کنه، تا که هیچ مرد به زنی بیگانه نشود.
گفت این زن پرده است بین من و بین آتش دوزخ، دل من به این آرام می‌یابد، من از حرام به سبب این نجات می‌یابم. و الثانی انها خازنة لی اذا خرجت من منزلی و تكون حافظة لمالی. دوم همین که این زن خزینه‌دار من است، پاسبان خانه من است. وقتی که از خاندان که من برآمدم همه مال و ملک مرا این زن نگه میکند، پاسبانی میکند، حفظ میکند. و الثالث انها قصارة لی تغسل ثیابی. سیم همین که این زن لباسشوی من است که لباسهای مرا میشوید، لباسهای مرا نمازی میکند که با او لباس پاک نمازی من عبادت خدا را میکنم. و رابع چهارم برای فرزند من است، یعنی در حالتی که فرزند ندارم دختر و بچه من شیرته همین زن است، پاک میکردگی همین زن است. اگر خدا به سر هیچ مردی نیارد که کودک خود داشته باشد، او چه حالی مشقت به سر او مرد میآید. و خامس انها خبازة و طباخة لی فقال رجل ان لی مثل مالک. دیگر گفت که این مرد گفت همین زن برای من نانپز است، همین زن برای من طعامپز است. گفت ای مرد گفت طعام مرا این زن تیار میکنه، نان مرا میپزه تیار میکنه، لباسی مرا میشوید، کودک های دختر و بچه مرا نگاه بین میکند، من باش مال ملکی مرا حفظ میکند، من خدمت به این آرام میکنم، از آتش دوزخ به زنهای بیگانه نظر نمیکنم. انا همین نیکی های همین زن پیش روی من میآید. اندکی کم و تم ناقصیه که زن دارد او را باید مرد ببخشد، از اون مرد باید که گذشت کند. اون مرد وقتی که این جوابهای عمر بن خطاب رضی الله عنه را وقتی که شنید، گفت من هم مثل تو هستم، زنی من مثل زنی تواری همیشه خدمت میکند. گفت این خیلی که باشد از او گذشت کند، یعنی گذشت کردن در کار به اندکی کمبودی که او دارد، او را در شمردن و گفتن و او را سر و صدا و زجر کردن البته که ناخوب است. عمرو بن احوز رضی الله عنه در حدیثی که رسول اکرم در حجة الوداع گفت، حدیث طولانی است، فقط چند سطر او را میخوانیم که رسول اکرم گفت که الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. ای امتی من پیغمبر گفت آگاه باشید که شما به بالای زنها حق دارید، زنها هم به بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن الا یوطئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. حق شما بر بالای زنها همین است که رسول اکرم گفت هر کسی را که مرد بد میبیند، زن باید که همون بدنیدیدگی شوهرش در خاندانش در جای شوهرش ننشاند. اون چیزی که شوهرش احترام میکند، قانون همین است که زن شوهرش احترام کند، در همه او را بشناند، کرپچه ملایم زیبا را به پای او بیندازد. حق مرد همین است و بالای زن. یک حق همین است که اون جایی که شوهرش میشناند و احترام میکند، زن اگر شوهر کسی را بد میبیند به جای شوهر او را نشاند. ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. دیگر همین که کدام کسی را که شوهر بد میبیند، زن او را اجازت داخل خاندان شدن. حبیبه مادرمان زوجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه زنهای پیغمبر برای امتش مادر هستند. زنهای پیغمبر برای امتش تا به روز قیامت مادرهای ما و شما هستند. و چه خاطر مادر هستند؟ بعد از پیغمبر اونها را کسی نکاح کرده نمیتوند، چون که مادرهای ما و شما هست. حبیبه بنت ابو سفیان دختر ابو سفیان بود. ابو سفیان البته که تاریخ همتون میدونین کسی بود که صدها هزار لشکر کشیدگی، سختترین قتالترین دشمن اسلام، دشمن مسلمین و صحابه و پیغمبر همه ابو سفیان بود در ابتدا. البته او زمانی که مسلمان نشیده بود، دخترش حبیبه اسلام آورده بود. حبیبه رمله با همراهی شوهرش عبدالله ابن جحش هر دوشون به حبشه هجرت کردند. زمانی که به حبشه هجرت کردند،
در حبشه چند ایستادن که ام حبیبه در خوابش دید شوهرش که رنگ روش زرد لاغری خرابی مثل خزان بسیار حالش بد. در خوابش وقتی که دید از خواب بیدار شد، گفت که خدایا چه حال است؟ یگان مصیبت سخت‌تر به سری من میآید، به سری شوهرش میآید. چند در حبشه ایستادن که عبدالله ابن جحش اون بیچاره بدبخت از ترس بسیار هراس بسیار از دین اسلام برگشت نصارا شد. امروزه هم نعوذ بالله بسیار مسلمان است که خواه از دنیا میترسه، خواه از عقوبت دنیا میترسه، حقیقت نمیگه، خودش کافر میکنه و رفتن میگیره، نمازش ترک میکنه به خاطر یک مخلوق ناچیز شده. مثل بنده ها هستن. عبدالله ابن جحش نصرانی شد، کافر شد در اونجا، با همون کفر نصرانیگیش قطعی مرد نابود شد. وقتا که در مکه مکرمه آوازه آمد که عبدالله ابن جحش نصرانی شد و نابود شد، ام حبیبه در اونجا بیوزن تنها مانده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه جا مکتوب به نجاشی به پادشاه حبشه روان کرد تا که از ام حبیبه خواستگاری کند که رسول اکرم خودش او را به زنی بگیرد. وقتی که اون مکتوب به شاه حبشه نجاشی که رسید، نجاشی یک کنیزه که روان کرد و پیش ام حبیبه که برو از نام رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را خواستگاری بکن. البته که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان دلسوز، چنان مهربان بدن که فکر کرد که یک مسلمان زن در حبشه بی شوهر، بی وزن، بی صاحب حالی و مشقت بسید چی باشد، گفته رسول اکرم از دلسوزی و محبت بسیاری کار کرد. بعدا کنیزه که نجاشی وقتی که به ام حبیبه آمد، اون خواستگاری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که فهمانده بود که آیا چی میگوید، ام حبیبه میگه از هیجان بسیار، از اشک بسیار ریزاندن و خرسندگی زیاد که خدایا میگفت آیا من لایق هستم که زن حبیب خدا بشم؟ آیا من لایق هستم که فردا روز قیامت از تن چادر خدیجه و حضرت فاطمه محشور بشم؟ خدایا آیا من چی بنده هستم که لایق باشم به حبیبی تو گفتن؟ از خرسندگی بسیار همه گوشوار و چله و زیره و هر چیزی که از آرایشات و تیلاواری و لباس خوبی داشت همش بدر کرد به همون کنیزک از خرسندی داد که همه هدیه بتد که یک خبری به من آوردی که عزیز دیگه خبری خوشی نیست. رضایت خودش داد. شاه حبشه نجاشی چند قدر طلا و چیز چاره زیاد مهر ام حبیبه را روان کرد. وقتی که ام حبیبه از اونجا برگشت آمد به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی میکردن، ابو سفیان به خاطر خبرگیری دخترش به خاندان پیغمبر آمد. حتی همین ابو سفیانی که سالهای سال دشمنی پیغمبر داشت، لشکر میکشید اسلامی را، چندین هزار صحابه را به واسطه لشکرش قتل کردگی بود، وقتی که شنید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را نکاح کرده گرفت خرسند که دخترش به صاحب نماند. وقتی که دخترش خبرگیری به خاندان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد، حالا که اسلام نه آورده بود، مسلمان نبود، اسلام نه آورده بود، دشمن پیغمبر بود، چقدر صحابه را به لشکرش کشته نابود کردگی بود، با وجود همین پیغمبر او را از خانه‌اش نراند. مهربانی رسول الله را ببین. به خاندان پیغمبر که وقتی که داخل که شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خانه نبودن، حضرت ام حبیبه آمد که پدرش ابو سفیان داخل شد. آمد همون جای نشسته که حبیب خدا در اونجا می نشست، ابو سفیان خواست که در همون جا بشینه. ام حبیبه آمد جای پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غم داشت یک طرف کرد. ابو سفیان راست ایستاگی حیران شد، گفت که ای دختر تو چیکار میکنی؟ تو با جای جا ما تیار کنی و با اندازی این جای پاکیزه برداشتی غم داشتی؟ ام حبیبه چی گفت؟ ای پدر، گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث امر کردگی است که هر کسی که شوهر زن بد میبیند، او زن حق ندارد که در جای بد دیده شوهرش آورده او شخص بشناند. گفت من عملی به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنم. ام حبیبه را ببین که چه عامله حدیث پیغمبر بود. حتی که پدرش از دنیا گذشت در زمانی که ابو سفیان مسلمان شد. ابو سفیان مسلمان شد، اسلام آورد،
البته اسلام ابو سفیان همه اهل سنت قبول دارد، غیر شیعه که اسلام ابو سفیان قبول ندارد. وقتی که فتح مکه شد، ابو سفیان از دور نگاه میکرد که لشکر اسلام همه شب چراغان بودن تا زیبا، همه در خیمه ها صحابه نشسته، همه دوری هم نشسته صحبت میکردن، همه در گرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مثل پروانه ها در گرد شمع نشسته بودند. ابو سفیان با همراهی هنده همسرش از دور که نگاه میکردن لذت میبرد، میگفت این اسلام چه دینی با عظمت است. همین هنده ابو سفیان، هنده زن ابو سفیان بود که حضرت امیر حمزه را وقتی که سر بریدن، قتل کردن، دست پاش تیکه پاره کردن، جیگر حمزه را به دندانش خاید توف کرد. همین هنده با زن ابو سفیان بود. اما هر دی اسلام آوردن، مسلمان شدن. اسلام اینها را رسول الله قبول کرد و اونها بدگویی نکردند، اونها را آزار ندادند، حتی که پیغمبر 200 شتر در فتح مکه به ابو سفیان عطا کرد، به دوستان خودش چیزی عطا نکرد. ابو سفیان علی رضی الله عنه را گفت که علی گفت آیا بریم رسول اکرم گفت محمد صلی الله علیه و سلم مرا قبول میکند، مرا نمیکشد، مرا قبح نمیگوید. علی رضی الله عنه گفت علی کرم الله ای ابو سفیان گفت نمیدونی پیغمبر کسی هست که اگر نصف تنی او را تکی بریدگی باشی او در دلش کینه ندارد. بیا بریم. رفت به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، کلمه طیبه و شهادت و زبان را اسلام آورد، مسلمان شد. اما ابو سفیان وقتی که اسلام آورد، مؤرخا در تاریخ می نویسند که تا زمانی که چند سال که زنده بود و از حیات گذشت، هرگز کسی خنده ابو سفیان در لبش ندید، هرگز کسی ندید که ابو سفیان بروی آدم همیشه سرش بالا کرده به چشمش نگاه کنه. تا دم مرگش همیشه خودش در خجالت بود و اشک میریزون وقتی که خداوند جل جلاله او را نصیب هدایتش کرد. هنده هم مسلمان شد، او هم از دنیا گذشت. انا همین حبیبه مادرمان انا همیشه عمل کرد که عمل به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد که پیغمبر گفت که و حقهن علیکم، یه حق مرد بر زن بود. با حق زن بر مرد چی است؟ رسول اکرم گفت که و حق الا و حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن. حق زنها بر بالای مردها همین است که نیکو او را بخورانید، حلال اونها را بخورانید، حرام نخورانید، از محنت حرام و پول حرام او را نخورانید، نپشانید که فردا روز قیامت از کشتن شوهر میگیرد و زن میگه مثلا مجبورت کردم که مرا حلال بخوران حرام بپوشان. این حرام های خوراندگی و پوشاندگی خودت بگیر گفته و شوهرش میخیل میگه. مردها احتیاط کنید که حلال بخوران زنها را، حلال بپوشانید زنها را که حق زنها در گردن مردها همین است. نه این که او را حق زن بر بالای مرد همین است او را بخورانی، او را بپوشانی، به جای خواب تعمیرش بکنی. نه این که امروز میبینی نکاح میکنه میگیرش 1 ماه زندگی میکنه و عروسی بیچاره در خانه میمونه و همین رفتگیش به ملک عروس میرود یا چند سال بعد میآید. آیا اسلام ایمان در کجا هست؟ او زن خواندن در کار، او زن پوشاندن در کار، او زن به جای خواب تامین کردن در کار، او زن به خود شهوت دارد. اسلام ایمان در کجاست؟ البته که این حقوقهایی که زنها با بالای مردها دارند که در درة الناصحین در این باب بسیار احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. عبدالله ابن مسعود راوی حدیث می گفت که قال علیه الصلاة والسلام اذا غسلت المرأة ثياب زوجها، رسول اکرم میگه وقتی که زن لباس شوهرش وقتی که بشویه كتب الله لها 1000 حسنه، همین زن لباس های شوهرش وقتی که میشوه و نمازی میکند خداوند در دیوان اعمال همون زن 1000 نیکی می نویساند و غفر لها 1000 خطیه، 1000 خطی او زن محو نابود می شود و استغفر لها كل شیء طلعت علیه الشمس
و طلب مغفرت کرده می شود برای همون زن. همه اشیایی که در زمین هست آفتاب به او میرسد، همه اون از خدا طلب مغفرت میکنند برای زن. و رفع لها 1000 درجه، خداوند 1000 درجه برای او زن در نامه اعمالش ثبت میکند و میبردارد. به یک لباس شستن، به یک شب زنده‌داری که کودکش الله گفته گاوره میجنباند چقدر ثواب است. حتی در مدت ماهیانه و حیض نفاسش هم خداوند با او اجر ثواب عطا میکنه که در حالت فرزند خور داشتنش حیض نفاس اگر از دنیا گذشته شود حکم شهید به او داده می شود. اینقدر آسانی برای زن است و اجر ثواب برای زن است. اما ابو منصور فی مسند الفردوس و اما ذمهن، یک چند سخنی در حق مادرها هست که البته که اینها را ناگفته هم نمی شود. با دقت گوش کنید، به همه خواهرها و مادرها برسانید که این سخن پیغمبری خدا هست. اگر چند سختگیری و زجرم که باشد، سخن علما نیست، سخن یگان آدم رهکی نیست، سخن حبیب خدا، سخن همون پیغمبری که ما و شما با او ایمان آوردیم، همون پیغمبری که خدا را ما و شما با همون فهماندن همون پیغمبر خدا را شناختیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردن که علی رضی الله تعالی عنه قال دخلت انا و فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فوجدناه باکیا. علی رضی الله عنه میگه وقتا که پیغمبر از شب معراج برگشت به خاندان آمد، علی رضی الله عنه میگه دست فاطمه زهرا را گرفتیم و هر زمان به حجره مبارکه رسول اکرم برای زیارت داخل شدیم. فوجدناه باکیا، وقتی که در آمدیم به مجرد در آمدن رسول اکرم هر بار که فاطمه زهرا به خاندان می در آمد، پیغمبر خدا از جای خودش میخید، پیشانه فاطمه را بوسه میداد، او را در بری خودش میشناند. چون که فاطمه بود که همون اشکمبه های پری از نجاست گوسفند که به گردن پیغمبر بار کرده بودند مشرکین در ابتدای اسلام، یگانه کسی که اونها را دور میکرد و تازه میکرد اشک میریزان فاطمه بود. یگانه کسی که کتف پیغمبر را بوسه میکرد اشک میریزان فاطمه بود. رسول اکرم محبت مادر را ندید، دوستداری مادر را ندید، فاطمه زهرا را چنان دوست می‌داشت که میگفت الفاطمه تو بضعة منی، فاطمه یک پاره من است، فاطمه جگرگوشه من است. وقتی که فاطمه را دید رسول اکرم به اختیار اشکهای مبارک و مثل دردانه ها و مروارید از چشمهای مبارک پیغمبر قطره قطره به زمین چکیدند. علی رضی الله عنه میگه پرسیدم که ماذا یبکی که یا رسول الله. علی میگه به فاطمه وقتی که دیدیم پیغمبر میگرید گفتیم که چی به ترسید یا رسول الله، چی حالت است؟ فقال رأيت النساء ليلة الأسرى بي إلى السماء في شدة العذاب فذكرت شأنهن وبكيت. در شب معراج در دوزخ پر آتش بعضی از زنهای امت ما وقتی که دیدم دهشت دوزخ علنگه آتش دوزخ که گرفتار بدن، اونها به یادم آمد، به همین خاطر اشک ریزاندم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که قلت یا رسول الله، علی میگه گفتیم که یا رسول الله ما الذی رأیت، چی دیدی در آتش دوزخ؟ قال، پیغمبر گفت رأیت امرأة معلقة من شعرها و یغلی دماغ رأسها. ای علی گفت، ای فاطمه گفت در شب معراج گفت در دوزخ پر آتش، در علنگه آتش دوزخ زنهایی را دیدم که از مویهای سرشان در چنگالهای آتشین آویزان بودند که مغز سرشان از گرما می جوشید و از دماغ اونها می ریخت. و رأیت امرأة معلقة بلسانها، دیگر گروهی زنها را دیدم که در
چنگک‌های آتشین از زبانهاشون آویزان بودند. قد اخرجت یدها من ظهرها، دستاشون از پشتشون برآوردگی بود. والقطران یصب فی حلقها، قطران که همون چرک زردای دوزخ در حلق اونها چکانده میشد. و رأیت امرأة معلقة بثدییها، ای علی و فاطمه گفت گروهی دیگر شدیدم که از سینه هاشون آویزان بودن در آتش دوزخ، در چنگال های آتشین. و الزقوم یصب فی حلقها، زهر زقوم چرک زردای دوزخی ها را در حلق اوزان چکانده میشد. و رأیت امرأة معلقة قد شدت رجلاها مع یدیها الی ناصیتها، دیگر گروهی زنها را دیدم که دستها و پاهاشون به موی پیشانه اونها گره زده بستگی ایستادگی بودن که وقد سلطت علیها حیات و اقارب، مارها و کژدمها با اون نیش میزدند. و رأیت امرأة تأکل جسدها و النار توقد من تحتها، دیگر گروهی زنها را دیدم که جسدهای خودشون، گوشتهای بدنی خودشون کنده میخوردن، آتش دوزخ از تحت اونها میسوخت. و رأیت امرأة یقطع جسدها بمقراض من نار، دیگر گروهی زنها را دیدم که به مقراض آتشی خودشان لب و دهان و بدنهای خودشون میبریدن. و رأیت امرأة مسودة الوجه و تأکل امعاءها، دیگر گروه شدیدیم که روحاشون سیاه بود و مثل کونیده و روده های خودشون میخوردند. و رأیت امرأة سماع عمیاء خرسا، دیگر گروهی زنها را دیدم که گنگ بودن، کر بودن، کور بودن. فی تابوت من نار، در تابوتی از آتش بودن. تخرج دماغها من منخرها، آتش دوزخ چنان با اونها کار میکرد که از دماغشون مغزهای سرشون میری. و بدنها منتون من البرص والجذام، بدنهاشون بوی بد میکرد از کسلی برص و جذام. و رأیت امرأة رأسها کرأس الخنزیر، گروهش در آتش دوزخ دیدم که سرهاشون به مثل سر خوک گردیده بود. و بدنها کبدن الحمار، بدنهاشون به مثل بدن خر گشتگی بود. لها الف نوع من العذاب، هزار نمود عذاب بسری همون گروه ها بود. و رأیت امرأة علی صورت الکلب، دیگر گروه شدیدم همون زنها بر صورت سگها بودند. تدخل اقارب والحیات من قبلها او من فیها و تخرج من دبورها، که مارها و کژدمها از دهانشون میدرآمدند و میبرآمدند. و ملائکه یضربون علی رأسها بمقامع من النار، که فرشته‌ها با آتش‌ها و گرزهای آتشین با او زنها لقه کوب می‌کردند. فقامت فاطمه، وقتی که رسول خدا این دیدگی‌های خود را در شب معراج که قصه کرد، فاطمه رضی الله عنها از جاش خیست و قالت و گفت یا ابی و یا قرة عینی، ای پدر مهربان من، گفت و ای مردمک چشم من، اخبرنی ما کانت اعمال هذه النساء، ای پدر گفت خبر بده که عملی همین زنها در دنیا چی بود، اینها در دنیا با کدام فعل زشت اینها عمل میکردن که همین زنهای امتی تو از اون عملها پرهیز کنند تا که از آتش دوزخ نجات بیابند. پیغمبری خدا گفت که یا فاطمه، اما المعلقه بشعرها، اون زنهایی که معلق آویزان به مویهای سری خود بودن در چنگالهای آتشین دوزخ، اونها کی بودن؟ فکانت لا تکتم شعرها من الرجال، اونها زنهایی بودن که در دنیا موی سری خودشون از مردهای بیگانه ستر نمی کردن، نمی پشوندن. امروز هم هممون میگیم مسلمانیم، الحمدلله مسلمان هستیم، همیشه جمعه میخونیم، خدا پرستی میکنیم، نماز 5 وقته میخونیم، سید زاده و عشان زاده و ملا زاده و مخدوم زاده بعد دعوا میکنی در کدنی که سینت میزنی با ما دعوا، سید زاده همین فلان هستیم، خاک مزار هستیم. در خاندانش میبینید دختر قدرت 18 سالش سریلیش در خانه حیوان واری گشته ایستاده است. باز در نزدی و بشینی خودش سید زاده و عشان زاده و مخدوم زاده و ملا زاده میگیره.
یا میبینی دخترش با مردی نامحرم سیر کرده تا رقص کرده تا. شرم بر حالی همیتا مسلمان دیوس. پیغمبر خدا گفت که ای فاطمه، انا همون زنهایی که در دنیا موی سری خود سطر نکردن، نپشاندن و مردهای بیگانه نشان دادن، فردا روز قیامت از اون موها آویزان میشن. مویها را کلته کردن، بریدن. موی سرکی بریدی با چی تشبیه میشه؟ با اروپایی و امریکایی تشبیه میشه. آیا مادرهای ما و شما، مامه‌های ما و شما موی سر بریدن؟ یگان نفر از اهل اولاد مردم تاجیکستان ما، آیا آچه یگان کس، مامه یگان کس موی سرش بریدگی تا کتفه هست؟ باز بعد ناخلف یافشیده است که او را فتوا دادگی است با مثل امریکایی ها و اروپایی ها. پیغمبر خدا گفت او زنهایی هستند که در دنیا موی خودشان سطر نکردن، به آتش دوزخ آویزان میشوند، دماغ سرشان میجوشند. و اما معلقه بلسانها، پیغمبر گفت ای فاطمه گفت اونهایی که از زبانهاشون که زبان اون زن 70 گز دراز می شود، 30 متر همون زبان دراز می شود، در آتش و در همه می پیچد، از اون زبان آویزان می شود. او کی است؟ او زنی هست که فکانت تؤذی زوجها بلسانها. او زنهایی هستند که در دنیا به زبانهاشون دل شوهرها را آزردن، شوهر را زخم زبان زدن، شوهر را بی‌قدری کردن، سخنی بد در حق شوهر گفتن. شوهراشون بعضی مادری هست که در دیگر جا میشنه غیبت میکنن. آیا این اسلام است که شوهر اخته در دیگر جا غیبت میکنی؟ قال علیه السلام، پیغمبر گفت که ما من امرأة تؤذی زوجها بلسانها الا جعل الله لسانها یوم القیامة 70 ذراعا ثم اخذت خلف عنقها. پیغمبر خدا گفت کدام زنی که زخم زبان میزند، دل شوهرش میخلاشد و آزار میدهد، فردا روز قیامت زبانی و 70 گز میشود. ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که سمعت و شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت ایما امرأة عذبت زوجها، کدام زنی که شوهرش به زبانش بلسانیها به زبانش آزار بدهد، دلش بخراشد، فهی فی لعنت الله و سخطه، او در لعنت خدا است، در لعنت فرشته ها است، در غضب خدا است، و لعنت الملائکه و الناس اجمعین. مادرها و خواهرها خوب بشنوند، بدانند که حالی اون زن چی می شود که دل شوهرش آزرده کرد. دیگر عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر خدا شنیدم خودم که ما من امرأة قالت لزوجها، کدام زنی که به طرف شوهرش بگه که بے پروا با چهره بلند بگه که ما رأیت منک خیرا، سین شوهرش میگه من از چی دیدم؟ من از یگان نیکی ندیدم. کدام زنی که اگر همین خیل بگه الا احبط الله عملها 70 سنه، 70 ساله عملی کردگی طاعت عبادتش برباد میرود. وقتی که به طرف شوهرش بے باکانه همین سخنه بگه. ولو کانت تصوم النهار و تقوم اللیل، اگر چنده که پیغمبر میگه شب به نماز گذرانده باشد و روزه به روزه. فکانت امرأة تخرج من بیتها، دیگر زنهایی که از سینه هاشون آویزان بدن، و اما معلقه بثدیها، پیغمبر فاطمه را گفت فکانت ترضع اطفال الخط من غیر امر زوجها، به اجازت شوهرش کودک یک کسی دیگر را شیر میدیه و سینه میدیه. این یک کتاب رضاعت. حاضر در این باره گفت در این وقت کوتاهی میکنن. او زن او مادری که به اجازت شوهرش به شاهد یک کودک شیر میده یا در رادام تولد میکنه گرفته کودک یک دیگر شیر میده، اون مادری اون میشود. وقتی که بچه یک کسی که شیر داد، او بچه به همین زن د بچهش میشود. دخترای همین زن به او را اپا و خواهرش میشود. شیر داد او را زده و همین زن مرد یکی خدا عمرش کوتاه کردگی باشد. اونها کلام شوند کسی نداند، همون بچه همین دختری همین زن نکاح کرده بگیره، اگر این چی میشود؟ خواهری خودش میشود. کی در این گناه جواب میدهد؟ کی در نزد خدا مسئول است؟ همون زنی که به اجازت شوهرش یک کودک شیر داد.
احتیاط کنند و هیچ کودک شیر ندهند مگر که در ضرورت باشد و اجازت شوهرش و شاهی که مادری رضاعی می شود. او زنها به اجازت شوهر شیر داده باشد از سینه‌اش در آتش دوزخ آویزان می شود. دیگر و اما معلقتون برجلیها، ای فاطمه گفت پیغمبر، اون گروهی که از پاهاشون آویزان هستند، فکانت امرأة تخرج من بیتها بغیر اذن زوج، او زنهایی هستند که به اجازت شوهرهاشون از خاندان شوهرشون برآمده رفتند، از خاندان شوهراشون برآمدند. ولا تغتسل من الحیض و النفاس، در حالتی که حیض نفاسشون تمام شد غسل نکردند. حالا که شرط است که حیض زن تمام شد باید غسل کنه، نفاسش تمام شد غسل کنه، آبادی کنه، خودش پاک معطر بکنه. و اما التي تأکل جسدها، اما پیغمبر گفت که ای فاطمه، اون گروهی که خودشون جسدهای خودشون کنده و گزیده میخوردن، گوشتهای بدن خودشون، فکانت تتزین للرجال و تغتاب الناس، او زنهایی هستند که در دنیا خودشون زینت میدادن برای مردهای بیگانه. اکثرا مادرها و خواهرها این بلایی این حال به سر اونها هست. در خاندان چرک چکنه هست و بیرون که میبره خودش زینت میده، دستش میتوه، گردنش میتوه، خم میشه و پیشی برش تاب پایان ناف شد در میدان میتوه. پدرها و برادرها همون زنها را میبینین کرتای بگریوان میکنن، همه خم میشه و میتوه. شما کور نیستین کو، او خدا تو را کور نکرده است، میبینی نمیزنیش یک شفاعت بگوی کرتت محکم کن. این چه اسلام داری و مسلمانی ما و شما هست؟ وقتی که دانستیم عمل نکنیم بدانیم که به عذاب خدا مصیبت به سرتان میآید. انا همون زنهایی که در دنیا برای مردهای بیگانه خودشون زینت دادن، فردا روز قیامت خودشون بدندانای خودشون بدناشون کنده و گزیده و میخرند، در حالتی که و تغتاب الناس، مردم غیبت کردن غیبت چی بده. و اما التي یقطع جسدها بمقراض، اما گفت ای فاطمه